هر وقت میخوایم به این بپردازیم عوامل دشمن وارد میشن. خب حالا این به چه دردتون میخوره؟ این چیز هسته‌ای خب آشوب برانگیزه، کشورهای دیگه حساس میشن. خب چرا حساس میشن؟ هسته‌ای استاندارد صنعتی ما رو بالا میبره. یه کشوری که میخواد پیشرفت کنه، از جهان سوم بیاد جزو جهان اول بشه، خب استاندارداش باید بالا باشه، در حد استاندارد جهانی باشه. هسته‌ای یکی از اون قسمت‌های از علم و فناوری است که میاد استانداردها رو بالا میبره، دقت اندازه‌گیری رو بالا میبره. آیا مردم ایران نمیخوان ما به فضا دست پیدا کنیم؟ نمیخوان ماهواره‌های ایرانی رو ما بالای جو داشته باشیم؟ مردم هویت ملی رو دوست دارن، ایرانی بودن رو دوست دارن. خب چرا ایران نباید دست به فضا داشته باشه؟ خواهی فضا نداشته باشیم مخابراتمون مختل میشه، معادنمون رو نمیتونیم کشف بکنیم، نمیتونیم محیط زیستمون رو کنترل بکنیم. چرا کشورهای پیشرفته دنیا در فضا حضور دارن؟ اصلا دعوا سر فضا، سر هسته‌ای نیست. هی به مردم بگیم مواظب نون شبتون باشید. خب اگر رفتی سطح فکری رو در حد نون شب آوردی پایین، میشه روزی یه نون بدیم بخوری سیرچی بسته دیگه. لباس میخوای چیکار؟ بهداشت میخوای چیکار؟ مردم ایران متمدن بودن از بدو تاریخ و سهم داشتن در رشد علمی بشر، در رشد فکری بشر. ما چرا باید اینو از مردم ایران بگیریم بیاریم در حد حالا مثلا رادیو دارو بیاریمش پایین، مثل شهادت فخریزاده که در حد کیت کرونا آوردیمش پایین؟ نمیخوایم بگیم هسته‌ای کار میکرده، نمیخوایم بگیم در مسائل راهبردی برای کشور کار میکرده. چرا؟ چون آب تو دل غربی‌ها نباید تکون بخوره. اتفاقا فخریزاده برای چی زدن؟ برای اینکه آب تو دلشون تکون خورده بود. شما اگه ماهواره بخواید بالای جو نگه دارید، این ماهواره ها کجا باید سخت سازی پرتویی بشن؟ هسته‌ای این کار میکنه. یعنی راکتور داشته باشی تو کشور، اجزای ماهواره تو همینجا تست میکنه. با راکتور انرژی هم تولید میکنه، برق هم تولید میکنه. خب مگر ما برق نیاز نداریم؟